سلام و عرض ادب خدمت سیستم بازا و علاقمندان به این رشته. JBL 1000 یه سابوفری که تو کل ایران معروفه، همه میشناسنش. بعضیا سابوفر خوبی میدوننش، خیلیا دوستش ندارن و خوششون نمیاد، مخصوصا سنگین بازا. اوکی. خب ویدیو امروز در مورد JBL 1000 هم میخوایم در مورد این ساب حرف بزنیم، سریای امریکاییش و سری فعلیش که توی بازار هست، و در مورد سیمپیچ هم یه مقدار میخوایم حرف بزنیم که حالا نمیتونم بخش بندیش کنم به این خاطر که سیمپیچ هایی که میخوایم در موردش حرف بزنیم سیمپیچ های این سابوفره. خب رفقا، اول بریم سراغ این سابی که الان تو دستمون داریمش، یکم در موردش حرف بزنیم. سروزش که خوب نیست و اینم ریکون کیتشه که ریکون کیت به مجموعه سیمپیچ و دمپر و صفحه اسمبل شدهش، به این مجموعه میگیم ریکون کیت. خب و این تعمیر شده، قبلا تعمیر شده، سیمپیچیش عوض شده. اگه دقت کرده باشین این سیمپیچ فابریک JBL 1000 که فرملش یا هستش کپتونه، جنسش کپتونه، ولی چیزی که الان اینجا میبینیم آلومینیومیه، ورق آلومینیومی. از JBL 1000 سری امریکایی بازش کردم که اندازش هم میبینید دیگه این شکلیه و سوخته. حالا کامل نسوخته به خاطر اینکه حالا ضربم خورده بود، یکم داغون شده بود، کلا گذاشتیمش کنار عوضش کردم. و این سیمیه که از سیمی که این ریخته بود داخل مگنتش و میبینید که حالا جای رد پای فشار بیش از حد رو هم اینجا میبینیم، میتونیم ببینیم. و حالا نمیتونیم بگیم چسب بدی استفاده کرده به خاطر همین ریخته، به خاطر این که چسبش رو که من الان میبینم آنچنان بد نیست، چسب بدی استفاده نکرده، ولی یه نکاتی هست که اونا رو شاید رعایت نکرده، به خاطر همین سیمپیچ کامپلت ریخته، یعنی رو فرملش نمونده. و این یه ضعفیه که اون سیستم باز اصیل یا به اصطلاح سنگین باز خیلی به این توجه میکنن. یه چیزی که دلم رو زد توی این سابوفر وقتی بازش کردم، این یک دو سه هاییه که الان به چشم میخوره و واقعا یه خیلی چیز بدیه. مثلا من نمیتونم با چسب یک دو سه اونم توی این قسمت کنار بیام. بچه‌ش من خودم به شخصه توی تعمیرام استفاده میکنم، چسب یک دو سه استفاده میکنم و قایمش هم نمیکنم، ولی نه دیگه در این حد بیام اینجا چسب یک دو سه بریزم. شاید استفاده کنم ولی نه در این حد. خب حالا بحث در مورد این سال اینقدر اوکیه. برگردیم به این سیمپیچه. گفتم اینو از سری امریکایی باز کردم، بچه یه ویدیو از قبل گرفته بودم واسه پیج اینستا که اون رو بریم ببینیم بعد برگردیم. مازای عزیز، یه JBL 1000 سری قدیم داریم که به اینا حالا سری آمریکایی میگفتن. بسکتش کت شده، مگنتش در رفته و اینم وضعیت ظاهریشه. بچه این صفحه مال خودش نیست، مال صاحب پایونیره. این صفحه هم قدیمیه و کلن باید لوازمش تعویض بشه. خب اون سابوفری که توی ویدیو دیدین بسکتش با این متفاوت بود، همچنین ظاهر مگنتش با این شاید یکی باشه ولی متفاوته، آهن رو باش و در کل موتورش
متفاوت تر از اینه، ولی سایز موتورش با این یکیه. سایز سیمپیچی که موتورش میخوره یکیه. حالا چون این کج شده کامل نمیره داخل، ولی این میره. خب حالا شاید بپرسین که این از کجا اومده. این سیمپیچ دست پیچیده شده که خودمون پیچیدیم که یه حالا همچین ظاهری داره، یکم فرملش ارتفاعش زیاده و اینکه بچه هر مدل کپتونی هست. من اکثرا واسه میدرنج و بلندگوها از این کپتون و از اون نسخه فیبریش استفاده میکنم. فیبر خب که میشه این فیبره و این کپتون. حالا این یه اسم دیگه ای داره که اونو نمیگم اینجا، ولی چون اکثرا فیبر استخونی بهش میگن، مثلا بچهای تهرون، به خاطر همین منم به این کفایت به این اسم بسنده میکنم. خب بچه ایشون تعمیر کار قبلی اومده فرمل آلومینیومی استفاده کرده که خیلی بهتر از کپتونه، ولی توی سابوفر. اینو بهش امیدوارم که واقف باشین. فقط توی سابوفر من فرمل آلومینیوم رو پیشنهاد میکنم که توی این چیز خوبیه، اما توی بلندگو و بیشتر توی میدرنج ها دیگه خیلی نباید از آلومینیوم استفاده بشه و واسه همینه که من واسه میدرنج که اصلاً میدرنج اصلاً آلومینیوم استفاده نمی کنم، فقط کپتون و اون فیبری که بهتون گفتم. و توی بلندگوها هم من باز دوباره از کپتون یا از اون فیبر استفاده می کنم، ولی روی بلندگوها هست. روی بلندگوها فرمل آلومینیومی هم میبینیم، ولی باز گفتم دیگه خوب نیست. اما اگه برندهای معتبر رو ببینید مثل کمبود 718 با اینکه قدرت زیادی داره، ولی باز سیمپیچش فرملش فیبره و یا 6975 V1 یا V2. حالا V2 فیبره ولی مال V1 کپتونه، ولی جنس کپتون ها متفاوته. این کپتونی که واسه این استفاده کردم جنس خوبی داره، ضخامتش بیشتره، و این کپتونی که باهاش سیمپیچ 25.5 پیچیدم یکم هم ضخامتش کمتر از اینه، هم تحمل دماییش مثل این های تمپ نیست. یعنی مثل این نمیتونه دمای خیلی بالا رو تحمل کنه. یا حتی این سیمپیچ اینفینیتیه که باز دوباره اینم از جنسش از فیبره. یا این بلندگو JBL که میتونم بگم ضعیف‌ترین بلندگو 6/9 JBL. خب اما باز هم حالا علاوه بر اون سنگینی که من الان دارم احساس میکنم، سیمپیچش از کپتونه، فرملش جنسش کپتونه و کپتون آنچنان های تمپی هم نیستش، ولی باز صدای خیلی 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 بهتری داره نسبت به بلندگوهای آتشخال چینی. خب برگردیم سراغ JBL 1000 خودمون و واسش سیمپیچی انجام بدیم. قبل از اینکه سیمپیچی انجام بدیم یه توضیح بدم. ببینید من نمیخوام آلومینیوم فرمل اینو جدا کنم. چرا؟ چون آلومینیومی که نفر قبلی تعمیرکار قبلی استفاده کرده جنسش خوبه، من خودم از این استفاده میکنم، ولی دیگه قرار نیست یه طوری بپیچیم که مثل این بریزه، قرار خیلی بهتر بشه. علاوه بر اون در مورد سیمپیچی، ببینید این میدرنج رو معلومه که تعمیر شده، حالا از اینجا که معلوم نیست،
ولی اگه یه خورده تیزبین باشین، اینجا رو بچرخونین و این دمپرش رو ببینید، این اسپایدر رو، میشه به راحتی تشخیص داد که این میدرنج تعمیر شده یا نه، ولی نمیشه گفت که سیم پیچیش تعمیر شده. سیم پیچ اینا کاملا سوخته بود و ما واسه شون سیم پیچی انجام دادیم و بدون اینکه توی اصلی ترین قطعات میدرنج دستکاری داشته باشیم، سیم پیچی اجرا شده با بهترین کیفیت و توی صداش هم هیچ تغییری ایجاد نشده. یه چیز توپ مجلسی. خب رفقا خیلی معطلتون نمی کنم، بریم سیم پیچ اینو انجام بدیم، برگردیم نشونتون بدم که چه تغییرایی ایجاد شده و بعد از اون بریم سراغ تست صداش، یکی از جذابترین بخشای ویدیوهای ما. خب رفقا سیم پیچیش انجام شد به بهترین شکل ممکن، یه چیز تمیز، عالی. آخه از این بهتر چی میخواین؟ دنبال چین؟ یعنی تستم واسه تون میگیرم. چسب اضافی من نمیزنم روی سیم پیچ و سعی میکنم با کمترین مقدار چسبی سیم پیچ محکم و قوی و چغر بدن داشته باشم که به راحتی بتونه هم تحمل کنه دما رو و هم بالا پایین کنه، ورجه ورجه کنه. خب رفقا کارو میخوام جمع کنم، بعدش یه صدای خیلی خفن بگیریم و عشق کنیم. از قدیم گفتم سابی خوبه که، البته از قدیم اصطلاحی که میگم وگرنه یه چیز ثابت شده است، ساب بوفری خوبه که با توان پایین هم را بیفته به کار کردن و الان میخوام 1.5 ولت برق AC بهش بدم. معلوم نمیشه نه. 1.5 ولت برق AC یا متناوب و نهایت آمپری هم که میکشه 400 میلی آمپره، به عبارتی 0.4 آمپر. و فکر کنم 50 هرتز هم سیگنال یا اون پریود چیزش باشه، دورش باشه 50 هرتز. اوکی. و این 12 ولتی که الان میخوام بهش بزنم 1.1 آمپر میتونه جریان بکشه و 50 هرتز هم که گفتم همون فرکانس چیزه، شهری، برق شهری. خواهم دستم باشم چون روی میزه مثلا این صدای بد میده. حالا توی دوربین نمیدونم چطور دیده میشه، میدونم بریم روی 16 ولت. بچه‌ها تست نهایی هنوز مونده ها.
امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بچه یه هولی بدین، چنل رو ساب کنین اگه ساب ندارینش، ویدیو رو هم اگه تا اینجا اومدین حتما لایک بکنین. بعد بریم ویدیوی بعدی. خداحافظی نمی کنم، توی یکی از این ویدیوها میبینمتون، منتظرتون هستم.